امروز بریم سراغ مبحث 15 آسانسورها و پلکان برقی. سلام دوستان، من سعید هستم و این کانال یوتیوب منه. میخوایم راجع به معماری و مسائل مربوط به معماری حرفه‌ای اینجا با هم دیگه آموزش ببینیم. یه مجموعه دارم درست میکنم از مباحث مقررات ملی. اینجا میخوام شما رو بی‌نیاز کنم از اینکه هر کلاسی برید و آموزش ببینید برای آزمون نظام مهندسی. دارم مباحث رو دونه دونه کامل نکات مهمش رو بهتون میگم. خیلی کامپکت شده و سریع این کار داریم میکنیم، یعنی هر مبحث بکنم نیم ساعت 40 دقیقه طول بکشه و قسمت مهمش رو میگم علامت بزنید که بتونید خودتون بخونید. و من جایی ندیدم کانال‌های مختلف که بخوام راجع به مباحث کامل صحبت بکنم، برای این فکرم ایدم این بود که این کار رو ما بکنیم تا شما رو بی‌نیاز کنیم از هر کلاس یا هر فیلم و موضوع مختلفی. لطفاً اگر که ویدیوها رو دوست داشتین لایک و سابسکرایب فراموش نشه و اینکه اگر امکانش هست ویدیوها رو تو یوتیوب ببینید، چون این کار شما باعث میشه که کانال رشد بکنه و رشد کانال به من انگیزه میده که بتونم ویدیوهای با کیفیت‌تر و بهتری براتون بسازم. امروز بریم سراغ مبحث 15 آسانسورها و پلکان برقی. بریم که داشته باشیم. امروز میریم سراغ مبحث 15 آسانسورها و پلکان برقی، ویرایش سال 92. مبحث کوچیکیه ولی خب خیلی موضوع داره و راحت هم میشه ازش تستاشو زد و نمرشو گرفت. به طبق معمول مثل مبحثهای دیگه لیبل داره، چکاپ داره و یه سری نوشته که اولش باید بنویسین، اینا مهمه و زیاد هم هست. بنابراین میریم صفحه اولش، شماره 1 صفحه اول. از صفحه اول شروع میکنیم. توی صفحه اول این قسمت تا پایینش بعد نیست، یعنی بدونیدش، اینو بخونیدش خوبه، مهمه تقریبا. میریم صفحه بعدی، اینا خوندنش بی‌ضرر نیست. انواع و کاربرد آسانسور و پلکان برقی رو داره میگه، این مهمه، علامت بزنیدش. دستگاه ها و بالابرها، این قسمت برامون مهمه، من اینا رو یه علامت بزنم، برامون مهمه، حتما اینو بخونیدش. میریم صفحه بعدی. این قسمت مهمه، تغییرات اساسی مهمه، این قسمت برامون مهمه، یعنی احتمال سوال وجود داره براش. این صفحه بعدی توی بحث تعاریف آسانسور کششی هیدرولیکی رو بخونیم، بالاسری رو بخونیم. بالاسری اینجا یه جمله رو بنویسین ارتفاع بالاسری در آسانسورهای دارای چاه مشترک، صفحه 58. پیاده‌روی متحرک رو بنویسیم یا همون رمپ برقی. پله رو میخوایم، تابلوی کنترل آسانسور رو میخوایم، اینا مهمه اینا. بعد صفحه بعدی اینجا براش یه جمله بنویسین ارتفاع چاهک در چاه مشترک، صفحه 58. اینجا یه چاهک داریم، اینو یه جوری به هم دیگه وصلش کنید دیگه، یه علامتی بزنید که این یعنی ادامهش اینجاست. تراز طبقه شدن مهمه، اینو علامت بزنید. یه جمله رواداریش در صفحه 35 هست، اینو حتما علامت بزنید. چاهک خودش مهمه، جلوی چاهک بنویسید عمق چاهک متناسب با سرعت و نوع آسانسور انتخاب می شود، این مهمه. راجع به ریل راهنما مهمه، مقطعیتی همون سپریه. سیمبوکسل رو مهمه علامت بزنیم، زاویه مهمه، سرعت اسمی مهمه. میریم صفحه بعدی، اضافه بار، پاراشوت مهمه، پاراشوت کلش رو علامت بزنید. سرعت اسمی، سیستم فراخوانی، سطح مفید، اینا مهمه. شیر اطمینان رو علامت بزنید. بافر علامت بزنید، مهمه.
یه نکته اینجا بنویسید براش که زردگی یا بافر ترمز نیست. این هم مهمه. این قسمت پایین ترینش خیلی مهمه، داره چی میگه حتما بخونید. طول مسیر مهم هستش. یه لیبل اینجا بزنید. طبقه بندی ساختمان رو داریم. میام اینجا رو یه جدا بکنید که بتونید راحت پیدا کنید. طبقه بندی ساختمان رو علامت بزنید. اینا ما 4 دسته اینجا طبقه بندی داریم. این حتما مهمه. بعد دسته سوم این زیرش بنویسید که حتما آسانسور دارد در هر صورت. حالا بعدن که میخونید اینا متوجه میشین چرا اینا رو دارم میگم. کلید آتش نشان مهمه. کنترل گاورنر مهمه، بخونیدش. یه جمله زیرش بنویسین. در مواقع حریق فقط آتش نشان میتواند از آسانسور استفاده کند. اینم چون بحث کلید آتش نشانی بود، این نکته هم زیرش بنویسین. میریم صفحه بعدی. وزنه تعادل مهمه. یوک کابین تقریبا مهمه. اینجا رو بیاین چون میخوایم زیرش یه عالمه چیز میز بنویسیم. این صفحه یه تیکه خالیه. حالا میریم جلوتر میخونیم، برمیگردیم اینجا یه سری چیزا باید بنویسیم. میخوایم راجع به حداقل عمق راهرو اینجا چند تا موضوع رو بنویسیم. میریم صفحه بعد. اینجا یه لیبل میخوره انتخاب آسانسور. این قسمت مهم هستش. بعد تبصره مهمه. زیر تبصره یه جمله میگم بنویسین و برای ساختمان‌های مسکونی از کف طبقه همکف ورودی یا پارکینگ محاسبه می‌شود. اینجا این جمله رو بنویسین. روبروش هم یه صفحه 72 رو هم بنویسین که این صفحه 72 توی این بالایی هم دوباره این صفحه 72 رو بنویسین. جلوش بنویسین روش تأمین ارتفاع. روش تأمین ارتفاعش اونجاست. این دوتا رو بنویسین. این دوباره مهمه برامون. بعد جلوش دوباره این جمله رو بنویسین. بنویسید که ظرفیت یک دستگاه 1000 کیلوگرم باشد برانکارد. و این قسمت دوباره مهمه. میگم آسانسور موضوعات مهمی داره ولی خب راحته، میشه راحت پیداشون کرد، جواب داد. مهم هستش. این پاراگراف مهمه. همینطور این مهمه. تا اینجا رو بیاید یه علامت بزنید، جدا بکنید، بنویسید انواع آسانسور. انواع آسانسور که نوشتین، خب اولیش این آسانسور، این کلا همه دیگه اینا مهمه است. صفحات بعدی که دارم میگم این حداقل ابعاد کابین که اینجا نوشته، این برای حمل صندلی چرخدار. خب اینجا میخوایم بزرگ بنویسیم حمل صندلی چرخدار. جلوی این برای ابعادش که ابعاد نوشته یه مساحت براش بنویسیم. مساحت 1 متر و 54 بنویسیم. 1 متر و 54 مساحت. دوباره زیرش اینجا یه جمله دیگه بنویسیم حداقل 600 کیلوگرم 8 نفره. خب اینجا رو دوباره یه کادری بکنید زیرش رو ببندید که مشخص شه که تا اینجا همش مربوط به حمل صندلی چرخدار هست. دوباره پایینتر یه آسانسور دیگه رو داره میگه برانکارد بر که توضیحاتش میاد صفحه بعد. توضیحات صفحه بعدش رو این عمق و عرض کابین، جلوش دوباره مساحت رو بنویسید 2 متر و 31. اینجا بنویسید حمل برانکارد. زیرش دوباره بنویسید حداقل 1000 کیلو 13 نفر. دوباره بعدی میشه تخت بر. دوباره اینا مهمه. عرض و ارتفاع رو نوشته، اینجا ارتفاع رو بالاش بنویسین، اینجا عرض رو بنویسین. مساحت رو دوباره براش بنویسین. مساحت رو دوباره بنویسین 3 متر و 36. زیرش بنویسین حداقل 1650 کیلوگرم 22 نفره. میریم پایین تر، دوباره اینجا یه خط میکشین، جدا میکنید. این پشت بنویسید محاسبات ترافیک. این قسمت مهمه، محاسبات ترافیک.
دوباره جداش بکنید. راجع به طراحی آسانسور میخواد بگه. میریم صفحه بعدی. حالا اینجا یه لیبل میزنید به اسم چاه مشترک. اینا مهمه. دوباره این قسمت مهمه. کلا این دوتا مهمه. این 3 دستگاه حالا بالاش بنویسین چاه مشترک. داره راجع به چاه مشترک صحبت میکنه که آقا چی هست. این جدول بسیار مهمه. اینا قسمت باید مشخص بکنید برای خودتون، یه جوری کنید که بتونید دسترسی پیدا کنید. اینجا راهروی مقابل یه صفحه 8 بنویسید. صفحه 8 همون جاییه که ما گفتیم که یه جا برای خودتون سفر خالی بود، گفتم اینجا رو نگه دارید. بعد زیرش هم یه جمله بنویسید وقتی تعداد نداریم حداقل ترین حالت انتخاب میشه دیگه. این مهمه چون زمانی که سوال میدن حالتهای مختلف وجود داره برای سوال دادن. دوباره اینجا لیبل میخوره راهرو و پاگرد جلوی آسانسور. حتی برگردیم صفحه قبل. این جدول رو بیایم به صورت حالا شاخه‌ای، یعنی یه دیاگرام شاخه‌ای بهش میگن مثل برگ، تو اون صفحه 8 باید بکشیش. حالا من عکسشو میذارم براتون، شما تو کانال یعنی میذارم و ازش استفاده کنید. میریم صفحه بعدی، صفحه 13. صفحه 13 اینجا لیبل میزنیم راهرو و پاگرد جلوی آسانسور. این تصاویر مهمیه. این میشه انتخاب مناسب، این میشه انتخاب مناسب، این هم میشه انتخاب مناسب. این میشه انتخاب نامناسب، این میشه انتخاب نامناسب. این دوتا میشه انتخاب مناسب. این حواستون باشه، احتمال داره سوال بدن. این تصویر باز مهمه، این عدداش مهمه. این انتخاب مناسب میشه قابل قبول. اینا رو براش بنویسین، اینا دوتا تصویر مهمه. این زیر بیاد یه در مورد چاه بنویسین، یه چیزی بذارید، یه عکسی بکشید. بنویسید 3 تا یا کمتر، یه دونه مربع بذارید، 3 تا چاه توش بکشین. بیاید این سری 2 تا چاه بکشین، تو هر کدوم 2 تا بذارید. جلوش بنویسین 4 آسانسور. پایین‌تر بنویسین بیش از 4 آسانسور. تو این یکی 3 تا بذارین، تو یکی 2 تا. مفهومش چیه راجع به چاه آسانسور؟ میگه آقا اگه شما 3 تا داشتین یا کمتر میتونید بکنید تو یه دونه چاه مشترک. اگه 4 تا داشتین 2 تا اینور 2 تا اونور باید بکنیدش، یعنی 2 تا چاه مشترک درست کنید. اگه نه تعداد بیشتر بود باید 3 تاش بشه یه چاه، دوباره 2 تای دیگه بشه یه چاه دیگه. اگه 3 تا بود اینم میشد، یعنی اگه 6 تا بود میشد 2 تا چاه. 7 تا بود همینجور اضافه تر. یعنی شما هر چاه حد اکثر میتونه 3 تا آسانسور رو داشته باشه. بریم صفحه بعدی. اینجا قابل قبول، اینجا مناسب، اینا مهمه. این غیر قابل قبوله، جلوش بنویسیم. این قابل قبول، این مناسب، اینا عکسای مهمیه، حتما حواستون باشه. بریم صفحه بعد. اینجا یه لیبل دیگه داریم به نام چاه آسانسور. قسمت مهمه. چاه آسانسور جلوش بنویسیم چاه مشترک و مجزا. صفحه 12. عرض چاه مشترک صفحه 57. اینا مهم هستش. توی این صفحه قسمت بولت مهمه، این مهمه، تبصره دوباره مهم هستش. مثلا اینجا این جدول که داره صحبت میکنه، اینو زیرش صفحه 16 و 17 رو بنویسین اگه خواستین پیدا کنید. صفحه 16 و 17. این زیر دوباره چند تا جمله باید بنویسین. یکی اینکه چاه آسانسور باید درزبندی شده و دارای فشار مثبت هوا باشد تا از نفوذ دود و گرد و غبار به داخل آن و انتقال آلودگی به سایر قسمت‌ها جلوگیری نماید. مبحث 21. اینو حواستون باشه. دوباره یکی دیگه داریم می‌نویسیم دیواره و سقف چاه آسانسور صفحه 18. تخلیه هوای چاه صفحه 28. رواداری اجرای چاه
صفحه 28. این 3-4 تا جمله رو بنویسین که بتونید پیدا بکنید. میریم صفحه بعدی، دوباره لیبل میخوره. مساحت و ظرفیت کابین، این حد اکثرش مهمه، این جدول کلا مهمه. بعد عرضم به حضور شما که این 3 تا رو یه علامت بزنید اینجا بغلش بنویسین مسافرین عادی. این 600 رو علامت بزنید بنویسید افراد با صندلی چرخدار. 1000 رو علامت بزنید بنویسید مسکونی و بیمارستان، حمله برانکارد. بعد کجاش بعد این 3 تا رو علامت بزنید، حتی این 2 تا رو علامت بزنید بنویسید تخت بیمارستان، تخت بر بیمارستان. البته اینم هست، دوباره اینم تخت بر بیمارستان، وسایل پزشکی، یعنی بزرگتر. دوباره این قسمت سوم مهمه، علامت بزنید. ببین مثلا سوال میدن، مثلا حد اکثر مساحت مفید کابین یک آسانسور با ظرفیت مثلا 2800 کیلوگرم چقدره؟ مثلا 2800 کیلوگرم رو شما مثلا نگاه میکنی میبینی که چقدر میشه. میگه ببین جمله نمیشه برای ظرفیت بیش از 2500 کیلوگرم به ازای هر 100 کیلوگرم 16% به مساحت اضافه میشه. یعنی 3 در 16% میشه 48. 5 هم که داشتیم و 2500 این آخری است دیگه، 2500 آخری است. 5 هم که داشتیم برای 48 یه عددی در میاد. اون مثلا میشه جواب این سوال. میریم دوباره این صفحه مصرف کابین که لیبل کرده بودیم. دوباره اینجا یه جمله بنویسین اگر هم وزن داده بود و هم تعداد، اونی که بیشتر است ملاک است. اینجا دوباره این جدول مهمه، این حداقل مهمه. زیرش این جملهش خیلی مهمه. یه دونه جمله هم شما اضافه کنید بنویسین تعیین ارتفاع کابین بر اساس ظرفیت، صفحه 59. میریم صفحه بعدی. اینجا دوباره یه لیبل بزرگ داریم، دیواره ها و سقف چاه. کلا این لیبل این فصل زیاد داره و خیلی هم راحته به نظرم. این قسمت کلا مهمه. در کابین مهمه. بعد این قسمت مهمه، میگه که آقا چیزی نباید رد شه، اینا مهمه. بعد وزن تعادل کابین در یه چاه باید باشه، مهمه. اینجا دیگه علامت بزنید بیارید پایینش که راجع به چراغ داره صحبت کنه، یا پشتش به علامت بنویسید چراغ. بعد عرضم به حضور شما که میریم صفحه بعدی. دوباره اینجا لیبل میزنید، مینویسید سازه و نیروهای طراحی. این عکس رو حواستون باشه، مهمه. این مسئولیت، این مهمه. مبحث دوم صحبت شده. این صفحه بعدی، این راجعش بخونید. این قسمت مهم هستش، در نظر گرفتن مهمه. بعد این همینطور، این یکی هم همینطور. اینا رو بخونید. این صفحه بعدی. اینجا دوباره یه لیبل میزنید موتورخانه و حالا 2 تا هم اینجا جمله است. یکی ابعاد موتورخانه صفحه 61، دوباره یه دونه دیگه تخلیه هوای موتورخانه صفحه 28. این 2 تا رو بنویسین. موتورخانه رو کلا ما اینجا علامت میزنیم. بعد راجع به ابعاد موتورخانه صحبت شده. این پیوسته 2 صفحه 61 میشه، جلوش بنویسین. اینجا بنویسین ابعاد موتورخانه، یه علامت کلشو میزنیم و حالا نکته هاش ببینید هر کدوم اینا سوال میتونه بیاد، علامت بزنید. دوباره این قسمت علامت بزنید. اینجا جدول صفحه بعد جلوش بنویسین. زیرش یه جمله دیگه داره، دوباره بنویسین اگر سرعت آسانسور بیش از 2.5 متر بر ثانیه باشد، موتورخانه باید در بالای چاه آسانسور قرار گیرد و اگر از سرعت فوق کمتر باشد، الزامی برای قرارگیری موتورخانه در بالای چاه وجود ندارد. این رو حتما بنویسین. میریم صفحه بعدی.
بنویسین یه جمله اینکه حداقل ابعاد موتورخانه مشترک آسانسور کششی. تا همین هم لیبلش کنید، اینم لیبل کنید، مهمه. این جدول مهمه، حواستون باشه. قسمت بازشو مهم هستش، اینم مهمه. این راه دسترسی رو جدا مهمه. میریم صفحه بعدی. این قسمت نوردوان مهمه. چند تا گزینش مهمه. راجبه خوشش بنویسین نوردوان دسترسی به موتورخانه، اینا ویژگی هاشه باید بنویسین. این مهم هستش. اینجا دوباره مهمه. راجبه قلاب سقف داره صحبت میکنه، یه علامت بزنین قلاب رو روش بحث کنیم. این صفحه بعد این روشنایی مهم هستش. دوباره دمای فضای موتورخانه مهم هستش. میریم پایین تر، دوباره این قسمت رو مهمه. این ستا رو هم حواستون باشه بخونید. کف موتورخانه. راجبه چاهک مهمه، جلوش جلوت این بالایی بنویسید. صفحه 59 و 60 راجبش صحبت شده. حتی یه موتورخانه بالا صفحه 18 برای این روشنایی بنویسین، چون اونجا صحبت کرده بودیم راجع به روشنایی. اینم مهمه. میریم صفحه بعدی. لیبل بزنید چاهک. اینجا راجع به ابعاد چاهک. پایینتر اینجا چاه معلق رو میخواد صحبت بکنه، این مهمه. این قسمت دوباره این قسمت مهمه. اینا همه جای سوال داره. راجع به اینا سوالی نداشتیم. بریم صفحه بعد. لیبل میخوره درب اضطراری و دریچه مهم هستش. راجع به درب کابین داره اینجا صحبت میکنه. درهای طبقات اینا مهمه. اینا رو همه رو دونه دونه سوال میدن و دادن. نحوه بازشوی سوال بوده. بعد این قسمت اینجا داره. اینو حالا جلوش بنویسین ارتفاع در کابین و درب‌های طبقات با توجه به نوع و ظرفیت. جدول صفحه 59. اینم حواستون باشه. میریم صفحه بعدی. تو صفحه بعدی یه جمله بنویسین حداقل فاصله کف به کف طبقات. بدونید اینجا داره راجع به چی صحبت میکنه. اینا مهم هستش. یه جمله این زیر بنویسین اگر ارتفاع کف به کف طبقه کمتر از 2 متر و 45 باشد در با آسانسور به آن تعلق نمیگیرد. اگر زیر 2.45 بود در نمیتونه داشته باشه. این جدول هم مهم هستش. میریم صفحه بعدی. لیبل میخوره تخلیه هوا. تخلیه هوا خیلی مهمه، خیلی هم سوال بوده. اینا رو حواستون باشه. بعد چند تا جمله بنویسین. یه جمله اینجا بنویسین اگر 4 آسانسور بود 2 دریچه میخواد، یکی 3/10 یکی 4/10. حتی اینجا باید بنویسین، اینو مربوط به این بالایی است. بعد دوباره اینجا یه دونه دیگه بنویسین، یه جمله بنویسین سرعت 2.5 متر تخلیه 3/10. میریم صفحه بعدی. این جدول مهمه، قسمت مهمه. میریم دوباره صفحه بعدی. صفحه 20 ویژگی آسانسورهای معلولین. عرض در. میریم اینجا یه لیبل میزنیم، مینویسیم ناتوان جسمی معلولین. مهم هستش. عرض مهمه. اینا بسیار مهمه، یعنی وقتی که صحبت از معلولین میشه خیلی مهم میشه. حالا اینجا توی اینجا یه جمله دیگه هم بنویسیم
رواداری برای معمولی مثبت منفی 20 میلیمتره. این بالا بنویسین ناتوان جسمی. این رواداری داره ناتوان جسمی میگه برای معمولیش رواداری میشه اینقدر. اینم حتما علامت بزنیم. بریم صفحه بعدی. لیبل میزنیم هیدرولیک، آسانسور هیدرولیک. اینجا یه جمله بنویسیم آسانسور هیدرولیک دارای سرعت 14 متر می باشد. بعد مهمه اینجا یه رواداری هم بنویسید بالاش که بدین داریم راجع به رواداری صحبت میکنیم. دوباره یه جمله دیگه زیرش بنویسید سرعت های 1.6 و 2.5 متر بر ثانیه فقط برای آسانسور کششی الکتریکی به کار می رود. این صفحه بعد دوباره لیبل داره، حمل خودرو میان این دوتا رو علامت میزنیم برامون مهمه، این دو آسانسورش مهمه. میان این قسمت مهمه، این هم برامون مهمه. میریم صفحه بعدی. توی صفحه بعدی دوباره این دوتا برامون مهمن. یه آزمایش و تحویل گیری هم علامت میزنیم. اینجا یه هنگام تحویل گیری آسانسور هم اینم حواستون باشه، این زیرش موضوعاتیه می‌بینید سوال میاد، اینو حواستون باشه. میریم صفحه بعدی. دوره رواداری توقف کابین، اینم علامت میزنیم. بعد راجع به این دکمه اخبار، زنگ اخبار، تلفن، در لولایی. بعد میریم صفحه بعدی. دوباره من خیلی سریع دارم سعی میکنم اینا رو بگم که یعنی توضیح هم نمیدم که خودتون بخونید بعدن، چون اینا فرصت نمیشه این قرار باشه اینا رو توضیح بدم، خیلی زمان بره. باید ما عملا همه اینا رو سر کلاس توضیح میدیم، ولی اینجا نه دیگه. اینجا چون باید تو نیم ساعت جمعش کنیم، تقریبا نیم ساعت 40 دقیقه جمع شه، دیگه نمیرسیم کامل صحبت بکنیم. راجع به دستگیرهای پشتش بنویسین معمولی، راجع به دستگیرهای معمولی صحبت میکنه. بعد این قسمت مهمه، این حد اکثر مهمه، در کلیه طبقات مهمه، این هم مهمه. این صفحه تقریبا مهم بود. میریم صفحه بعدی. اینجا لیبل میزنید حفاظت در برابر آتش. حفاظت در برابر آتش رو که نوشتین پشتش دوباره علامت بزنید، بنویسید مبحث 3 صفحه 68. دوباره یه دونه دیگه جمله دیگه هم داریم، می‌نویسین آسانسور دسترسی آتش نشانی، مبحث 3 صفحه 189 و 190 که یعنی طرف شما وقتی اومدین داخل این صفحه حواستون باشه بتونید اینا رو هم پیدا کنید. مقابله با حفاظت در مقابل آتش رو علامت میزنید. یه جمله هم اینجا بنویسید هنگام حریق یا آتش سوزی استفاده از آسانسور برای ساکنین غیر مجاز بوده و فقط مامورین آتش نشانی جهت عملیات امداد و نجات میتوانند استفاده کنند. این قسمت به همین منظور شروع میشه، اینم مهمه، علامت بزنید. این رو مهم علامت بزنید. این قسمت رو هم علامت بزنید، داخل هواییش موضوع هست. میریم صفحه بعدی. صفحه بعدی هم عملا همش مهمه دیگه، ولی قسمت ها رو من علامت میزنم. مهمه، انبار کردن مهمه، این خیلی مهمه، اینم یه علامت دیگه ویژه زدم براش. اینجا برق اضطراری مهمه، برق اضطراری یا آسانسور که حداقل باید داشته باشه. بعد زیرش دوباره یه جمله‌ای رو بنویسیم برق آسانسور امدادی یا اضطراری باید از طریق مولد برق اضطراری نیز قابل تأمین باشد. میریم صفحه بعد. دوباره لیبل داره، می‌نویسیم پله برقی و پیاده‌رو متحرک. میریم پایین‌تر. پلکان برقی، این قسمت رو علامت میزنیم. بعد یه حداقل فضا، این قسمت از حداقل عرض این فضا اینجا شروع میشه، علامت میزنیم، مهمه برامون. صفحه بعدی این قسمت رو علامت میزنیم. بعد این مهمه، زیرش دوتا جمله بنویسید.
یه دونه بنویسین زاویه شیب کمتر از 30 درجه، یه فلش بزنید بنویسین حداکثر سرعت 75 صدم متر بر ثانیه. دوباره دیگه بنویسین زاویه شیب 30 تا 35 درجه میشه حداکثر سرعت نیم متر بر ثانیه و حداکثر ارتفاع 6 متر است. دو تا جمله رو بنویسین. میریم صفحه بعدی. اینجا سرعت اسمی مهمه، سرعت اسمی رو بنویسین اینجا حتما بالاش. اینا این سه تا مهمه. بعد این زاویه مهمه. اینجا زیرش یه دونه جمله بنویسین زاویه شیب پیاده‌رو متحرک حداکثر 12 درجه است. بعد میریم صفحه بعدی. این مهم هستش. اینجا دیگه میریم بعدی، صفحه بعدی. اینجا دوباره یه لیبل داریم، ظرفیت جابجایی افراد توسط پلکان برقی هستش. این فرمولشه، دقیقا همین میشه فرمول. این مهمه، میشه نفر بر ساعت مهمه. اینا احتمالا سوال میاد. یه جمله بنویسین اگر زیر اینا بنویسین اگر عرض پیاده‌روی متحرک 1 متر و 20 سانت باشد، اینجا کیش میشه 2.5. میریم صفحه بعدی. جدول رو میخوایم، مهمه. خب یه جمله اینجا بنویسین هر وقت عرض و سرعت داد و اطلاعات دیگری نداشتیم از این جدول استفاده میکنیم. بعد دوباره یه جمله دیگه اینجا باید بنویسیم با توجه به بند 1.7 صفحه 40 و بند 1.11 صفحه 41 و دستنویس پایین صفحه 40 باید حل شود. این قسمت هم یه 30 مثبت بنویسین. حالا برید همون صفحه 40 متوجه میشین، صفحه 40 و 41 متوجه میشین. این هم که صحبت کردیم گفتم اونجا بنویسیدش. میریم صفحه بعدی. راجع مشخصات این قسمت مهمه. نرده این 4 تا رو مهمه علامت میزنیم. این صفحه بعدی این 3 تا مهم هستش، این 4 تا در حقیقت. حفاظت ایمنی رو رد میشیم. میریم صفحه بعدی. اینجا این در صورت بروز این هم مهمه، این هم علامت بزنید. کنترل کماند گاورنر صفحه 7 تعریفش بود، این رو علامت بزنید بالاش بنویسین صفحه 7. این مهمه. توقف اضطراری عرض رو مینویسیم، ارتفاع رو مینویسیم. این هم برام مهمه، انتخابش میکنیم. میریم صفحه بعدی. دوباره اینا برام مهمه، این 3-4 تا هم مهمه. حفاظت در مقابل آتش علامت میزنیم. میریم صفحه بعدی. این یه تیکه رو علامت میزنیم، جلوش رو بنویسیم خارج از ساختمان. میریم جلوتر، میریم توی صفحه 51 مدارک فنی. اینجا پایینش بنویسین صفحه بعد، یعنی ادامه این تو صفحه بعد هستش. دیگه اینجا چیزی نداریم تا صفحه 57. بریم صفحه 57. توی پیوست دوم اینجا یه زیر ساختمان‌های دسته اول بنویسین صفحه 7. این حمل خودرو بنویسین صفحه 33. جدول ابعادی آسانسور مهمه، کلا این توضیحاتش مهمه. آسانسورها اینا قسمتش مهمه. بعد جلوی چراغ مشترک بنویسین صفحه 15 خودش مهمه. میریم صفحه بعدی. اینا رو حواستون باشه. دوباره زیرش بنویسید تعریف صحیح بالاسری صفحه 4.
بعد میریم صفحه بعدی. اینجا مهم لیبل میزنید، سرعت نامی، این جدول مهمه بخونیدش. صفحه بعدی همینطور و صفحه بعدی. این قسمت دوباره ابعاد موتورخانه، اینجا لیبل میزنید ابعاد موتورخانه. جلوی صفحه 21 و صفحه 22 رو بنویسیم. بعد اینجا بنویسیم برای یک آسانسور این جدول. این دوباره صفحه بعدی راجع به آسانسوراسی مهمه، آسانسور بیمارستانی مهمه، حواستون باشه. اینجا این هم خیلی مهمه. اینجا 1.3 میگم 1.3 H3، اینم H4، اینم H3 و 4 مهمه، اینو حواستون باشه. میریم جلوتر. اینجا یه ذره خلوت‌تره تا صفحه 66. صفحه 66 اینا مهمه علامت بزنید. این جلوش بنویسین 6 نفره، این 8 نفره، 13 نفره، 13 نفره، 8 نفره. اینو علامتش بنویسید براش. بعد این قسمت رو علامت بزنید، مهمه. توجه شماره 5 اینم مهمه. 3-4 تا رو که مهمه رو گفتم. می‌بینیم صفحه 67. این دوباره اینا مهمه، این تصاویر. این قسمت رو هم مهمه علامت بزنید بخونیدش. این صفحه بعدی اینا مهمن، این تصاویر بیمارستانی مهمن. میریم بعدی دیگه صفحات آخر. صفحه 71 دوباره اینجا یه لیبل داریم، بنویسین تعیین ارتفاع ساختمان. اینو جلوش بنویسین. این صفحه شکل 1 و 2 که نوشته، این صفحه 72، این صفحه بعدی. این دوتا رو علامت بزنید، مهمه. میریم صفحه بعدی. اینجا بنویسین روش تعیین ارتفاع ساختمان. 7 متر داره توضیح میده که چه شکلیه، این خیلی مهمه. این هم همینطور. اینجا یه علامت بزنید بنویسید که کف پایین ترین طبقه. خب این مبحث تموم شد. میریم توی صفحات اولش. این صفحات سفیدی که داره یه عالمه باید جمله های مختلف رو بنویسیم. حالا هر جا که سفید پیدا کردی اینا رو شروع کنید نوشتن. درب اتوماتیک و لولایی صفحه 38. حداقل عرض مفید برای آسانسور برانکارد بر 110 سانت. حداقل عمق کابین برانکارد بر 210. برق اضطراری الزامی در ساختمان‌های بالای 23 متر. برق اضطراری الزامی در ساختمان‌های بالای 23 متر رو بنویسین. حداقل سرعت آسانسور در ساختمان‌های بلند 1 متر بر ثانیه. کنترل اضافی بار در ساختمان‌های عمومی الزامی است. و درهای لولایی رو که بالا گفته بودیم اتوماتیک لولایی صفحه 38. دوباره اینجا درب لولایی میشه صفحه 35 و 38، یعنی اون اتوماتیکا 38 تو صفحه 35 خود لولایی رو داره توضیح میده. سیستم اعلام حریق صفحه 33 38 49. کف موتورخانه صفحه 24. راهرو مقابل آسانسور صفحه 12. آسانسور خودرو بر صفحه 15 و صفحه 33. سالمندان صفحه 10 و صفحه 37. سالمندان سوال بوده مهمه. دریچه تخلیه هوایی 4 آسانسور صفحه 27 و 28. اینجا لیبلش هم فکر کنم زده باشیم. ارتفاع چاهک برابر با ارتفاع سریعترین آسانسور در چاه مشترک است. صفحه 58. میگه برای که بتونید ارتفاع چاهک رو بدونید چقدره مشخص کنید، باید اون سریعترین آسانسور هرچی است بر اساس اون. طول مسیر حرکت قائم صفحه 7 و صفحه 9. زنگ اخبار صفحه 35. سیستم ترمز ایمنی صفحه 6 و صفحه 25. الزامات اولیه انتخاب آسانسور صفحه 9. هممندی برای هم ولتاژ کردن صفحه 36. اتصال به زمین صفحه 36. زاویه و شیب پلکان برقی صفحه 41. تعداد آسانسور در ساختمان صفحه 9 و 12. دریچه تخلیه هوا که صحبت کردیم صفحه 28. استهلاک پلکان برقی صفحه 46. حداکثر ارتفاع هر پله برقی 24 سانتی متر و حداقل عمر 38 سانتی متر هست. توقف اضطراری آسانسور صفحه 35. توقف اضطراری پله برقی صفحه 47.
حداکثر سرعت پله برقی صفحه 40، حریق در آسانسور صفحه 37، کلید آتش نشان صفحه 7 و صفحه 38، ناشاغلی مجا صفحه 29. بعد دیگه ساختمان هایی که نیاز به آسانسور ندارن صفحه 71، تعداد آسانسور صفحه 9، حداکثر شیر پله برقی 30 درجه، عرض مفید پله حداقل 60 سانتی متر. در ساختمان‌های عمومی استفاده از پله برقی به عنوان مسیر خروج اضطراری مجاز نیست. طراحی تابلو برق اضطراری، فیوز حفاظت موتور مبحث 13، درزبندی چاه آسانسور، دوربند الزامات آتش‌نشانی مبحث 3، تهویه کابین، مصرف انرژی روشنایی آسانسور مبحث 19، استفاده از وسایل آتش‌نشانی در موتورخانه صفحه 38. بعد تعداد چراغ در چاه آسانسور صفحه 18، سرعت بالای 2.5 متر بر ثانیه، موتورخانه باید بالای چاه آسانسور باشه صفحه 24، عمق چاهک بالای 2.5 متر، سرعت 2.5 متر، نیاز به زهکشی داره، نیاز به نردبان داره صفحه 25. مساحت دریچه هوا نباید کمتر از 1% مقطع چاه آسانسور باشه صفحه 28. اگر سرعت آسانسور بیش از 2.5 متر بر ثانیه و سطح تخلیه هوا باید حداقل 0.3 متر باشه. اگر تعداد 2 یا 3 آسانسور در یک چاه مشترک قرار گیرن، سطح دریچه تخلیه هوا 0.3 متر کافی می باشد. برای 4 آسانسور باید 4 متر افزایش بده کنیم، رو جلوتر صحبت کردیم. رواداری 4 آسانسور صفحه 29، حداقل زمان مقاومت دیوارها 1 ساعت، اما مقاومت درب اتوماتیک نصف دیوارها یعنی 30 دقیقه است. ساختمان با طول بیش از 21 متر یک آسانسور تخت بر الزامیه. حداکثر مسافت ورودی تا آسانسور 40 متره. روشنایی داخل موتورخانه حداقل 200 لوکس، حداقل 1 پریز. دمای موتورخانه در حال کار 5 درجه تا 40 درجه. سرعت آسانسور بیش از 2.5 متر. موتورخانه بالای 4 آسانسور باید باشه. در ساختمان‌های مسکونی بیش از 3 طبقه یا بیش از 8 متر نصب آسانسور الزامیه. در ساختمان‌هایی که دارای 2 یا چند آسانسور حداقل یکی از اونها باید سیستم برق اضطراری داشته باشه. آسانسورهای حمل آتش نشان و برانکارد باید اولویت اتصال به برق اضطراری باشن. سرعت مناسب برای ساختمان مسکونی 6 دهم تا 1.6 متر بر ثانیه است. حداقل عرض درب 80 و ارتفاع کابین حداقل 2 متر. پیاده‌رو متحرک صفحه 39، حداکثر مسافت از ورودی هم که گفتم 40 متر صفحه 12. آسانسور با فاصله 2 طبقه متوالی بیش از 11 متر صفحه 26. بعد میریم جلوتر. این مبحث خیلی باید البته دیگه همه هم گفتیم دیگه. تمام.